غلط نشده زد، فقط استین نوی داشته باشی. اگه استین تو نوی بود هر رقم گپ زدی میگم به خدا میته بیترین گپ بزن. اگه استین تو کونه بود هر چی گپ خوب بزنی کله خاطر تکون میده، میگه برو کاکا، میگه پاتا به درد خودت میخوره. من نمیفهم چرا شرایطی که شده، نمیفهم چرا مردم این رقم شدن. فقط آدم پول داره میبینه هم که اکسره خوره نمیده به پیش یال که اکسره سر خم میکنه. معلوم داده آدم نادار از اونقدر دیوردی دستی خور بوده. خدای خدای داره که دست در همه بالاتره. همینایی که درهی و اینا به دست از اینا افتاده، این هم اکثریت به 100 تا اگه 10 تا پول حلاله باشه یا یک پول برابری باشه دیگه همه دیگه بس خلاص پول حرامه که به خدا اگه خب همونا حماله ایرم نگذن. به خدا شکر فضل خدا همین که ما تو مال قریبیم شکر الحمدلله. مریضی خستگی بخونی ما بتونیه بخونا بعضی همین خانا میری یکی سرطان داره یکی والا قلب بستیه یکی بس خلاص اینا تو دل جمع باش که اینا اگه پول حلاله به کیسه هزینه باشه چرا قدر بعضی از اینایی که مریض باشن. خب بس خودخواهیم دیگه 5 منزل و 4 منزل میبره بالا تیار میکنه و موتر سیستم بالا به دست رو استاده میکنه، اما ضرر و مشقت نداره که دست یک فقیر بگیره یا یک همسایه کمک کنه. خب بگو بدبخت خدا زده تو سبب افتی بمیری 5 طبقه خود خب میبودی 1 لاک کفن. خب که 1 لاک کفن میبونه 1 لاک کفن هم قربان خداشون قربانم عدالتتشون که به می راه خوانیم که عدالتی است که او هم اون لاک کفن ببرم من اون لاک کفن ببرم. او رو زدم دکون باجی خودی شد یک دقیقه همه پوزی به هوا نبود. به خدا اگه میگفته باشه که این باجی منه یا خوشتوچی می بخونی از اینه یک رقم از اسب سر 50 خو خدمه خوش آمد. خب چه به درد کنه رفتی؟ همین تیر شدم گفتم با نگه کنه از پیش ما تیر شد یک سلام علیکم. از بسرک تیر نمیشوری از بسرک تیر میشوری. بازار بعضی همین خانه خب باز توقع و گلای اینا خیلیه. اگه خیلی خوش آمد کردی که خب بازم میگه من یک گوشنه شده بیا ما دم دکن. اگر نکردی به هر جا بشیشته میشینه و بس خلاص میگه والله فلانی از پیش ما تیر شد احترام با ما نکرد. خب وقتی احترام میکنم تو میشینی میگی به قریب بیا ما که بری از خیرات بدم. وقتی نکنم توی گله میگیری دیگه میخوای تو چیکار کنی؟ همین زر خدا جو همین قدر برای بده کم شرمنده زن اولاد خو نباشم دیگه بیشتر از تو نمام خدایا. برای من اگر ایمان پاک یک دستاورد یک از این دنیا میرم حداقل یک چی داشته باشه تو دنیا بتونم حداقل جواب خور بودم بگم خدایا حداقل به اون دنیا گناهی نکردم. اگر داشتم دست قریبت بگرفتم اگر نداشتم هم شکر خدا رو کردم. همین یک دستاویزی داشته باشم به اون دنیا برم دیگه به خدا اگه زن چرت بزنم. سلام بابا. و علیکم. اشتنی یا خوشحالی؟ خیلی سلامتی. جان تو جوره؟ شکر شما خوبی؟ میگم بابا لگومی روزا به شرکت هم دیده نمیشی به کلمیت سر به هوا شدی. نیه بابا خدا این روزا درسام هم کم اضاف شده کم کارم دارم. خب تا درسا خلاص میکنم کارو انجام میدم دیر میشه. همین درسام امتحان نزدیک خلاص شه بخیر باز میام. آفرین مقصد متوجه باشه. چیگه پایه؟ قراری امروز باشی خاله تو بیام در دکونه میت خبر گرفته. خب خوبه دیگه بیچاره بیام خبری میگیره اشم. فکر کنم دیگه کار دیش روی نشد که بگه فهمیدی؟ من ازم چهری و بفهمیدم فقط خوش دارم که بیایه به پیش موضوع التماس کنه بگه من کاری پولی یعنی من لذت میبرم وقتی که من باجی خور ببینم که خار و زار باشه یعنی وقت لذت میبرم. خب یه بابا در ذات بعضی از ما انسان ها همینه که همیشه بدبختر از خود ببینیم خوشبخت میشیم. بچه تو هنوز چوق بچه نمیفهمی لذت زندگی کسی میبره خب که دپ دوب کنه قیق بکشه سر صدا کنه باز و هم بخصوص باجه باشه که باجه که گوشتاید میخورم خوش دارم که همیشه احتیاج و محتاج به پیش می ارز زری کنه من لذت میبرم. به خدا بابا این خوشبختی نیه که شما همیشه یکی را از خود بدبختر ببینید. خوشبختی در اینه که او نگذاریم بدبخت باشه. هنوز دهن تو بوی شیر میده
من زمان خوشبختم که یکی از خوب بدبختر ببینم، باز بخصوص او هم که باجه باشه که به زمین تبر خوش دارم. بابا قبول کنیم این خوشبختی نیه، باز همین شو خالی بیچاره من چی داره مسکین. من نصف شوی برای زنگ زنیم دم سر شما استاده، باز مسلمان بیاوده بدم دیکون شما خبری بگیره. شما چی خبر دارین که برات پول آماده بکشه؟ آخ تو نمیفهمی، من که بگم هنوز بچه ای نمیفهمی. من یک فکر دارم بسو. چی فکر؟ الان لک برای زنگ بزنم که بیایه که برای او کمک کن. آفرین، واقعا میخوایم برای کمک کنی؟ ها یک فکر دارم. نفری بریم و گفتر که به خیر خوشی امیر رضا خدا خیر پیش کنه. واجبه. جواب دید. بله. سلام علیکم. شکر خوبیم، سلامتین. ها شکرها خوبن. کجا؟ به خونه شما؟ خوبه چیش؟ خوب من همین لحظه حرکت میکنم. خوب خداحافظ. کجا میبری؟ یک دفعه تا خونه ما بیا. با خونه باید چی نداری؟ چی باید تو؟ چی خبر دارم؟ یک دفعه تا خونه ما بیا. نرو. نه باید که بری بابا خزا بشینه و تو تانه میده که چه کار شده فلان شده. زن حال زنگ زده. نرو باید بیشتر. با زنگ میزنه با مادر تو کنه باجه خود گفتم بیا نماده یا به پیار تو بده. زنگ زنه به پیار با مادرمه. من نمیگم پیش از اونا کم بیارم. میرم زن سعی میکنم چی میگه. آدم رفتنی بیتره که بده. خب برو با گپ میزنه و کلیت خراب نشه دیگه. ایچی نگی. من چی مایم بگم سعی کنم چی مایه دیگه. خوب برو بخیر بگی. با چی مایه. خدا کنه بزونه که خار نزنه بگی 4 تا. خدا میدونه هدف ازی چیه. غیر خار زدن کار دیگه میاد داره. زن میزنه کاری برای تنه تو برقه بگه پلوکه بده بگه. آنه هم که گفتی بیایه ببینیم چی کار میکنه باچه. و خیر بینیم همی که به فکر کنم بیام بده همی که کمک میکنه خداوند به شما عزت بده. چمو در روا که برو. بچه در روا که دگه. خوبه. یا الله. بفرمایید. یا الله. ای سیف سلام علیکم. سر شما خوبه؟ خیر هستی سیف جان سلامت. خیلی خوبه. بیشتر نیستی. شکر تیار هستی. خیلی سلامته. خوش آمدید. بیشتر خوبین سلامت. سر شما خوبه. خب باجه جو، من خواستم یک رقمی به تو یک کمکی بکنم. انا لگ آماده هستی که به همین کمکی که به تو بکنم یا نه؟ اول خب خیر بینیم خونه شما بود. خدا شما خیر بده. میگه کمک چی هسته؟ آجی بابا کاکا بیچاره می فعلا دست اینا تنگ غمی نداره کمک کنین. باز دست نما شد احتمالاً اگه پولی برین با قرض پس پول شما رو میدن گپ بینه فعلا کمک کنه مثلا دست اینا بنده. من خیلی خوش دارم که به همین قوم خیش کمک کنم، اما به شرطی که همین قوم خیشا باجا و دگران همین ممنون دار ما باشم دیگه. بابا گناه داره چرا ریه‌ای میکنیم کمک خور؟ یعنی چی ممنون داره از شما باشن؟ شما خاطر رضای خدا کمک میکنید. تو نمیفهمی. میگم باجه من مایم با تو کمک کنم. خب مایم با تو یک گوه خوب چاق چله بخرم که با خونگاه خود جمع کنی، شیر ماسایر بفروشی، زندگی خور بچر کنی، به شرطی که ممنون دارم بشی دیگه. سیکو جان کاکا اجی آقا شما دل نیه که کمک کنه. همین گپ از اینا اصلا امکان داره. یعنی به تعمیر شهر همه خونه دارم که من گاهی هم باشه زن بچه من بمونجی باشه یه خونه دارم باجه آقا چری دیگه پا میزنی؟ راست میگن. آلی بدیدی مسلمان یه خونه دارن، همین گوی که شما بستونین همون به کجا جمع کنن؟ همون بوی تفه نداره، همون آتاشخانه نداره و تا خونه اینا طفل دارن و همون طفلای اینا مریض میشه.
اصلا اینا بونیه ایک نمایه اصلا نمایه خورخار کنه. با تو گفتم که به این تو آدم ها کمک به درد نمیخوره. آنه ملالا گوی میستونم او جمع کن زندگی خوبه چرا من که همی کار راست منیم. آخه ایسه محترم به تا شرمیشته گو جمع کن. آخه ایسه من یه خونه دارم من گو ریشته ببرم جمع کن. خب پس بگو نمیتونم هر جا قیق نکش که باجیم پول داره دست من نمیگیره. اشته دست تو بگیرم خواهنی میگیرم که وقتی به تو میستونم برو هر کار می بکنه که رقمی برده گذاره خب بکنه که بابا از اون قدیم میگن مطلی هسته میگن مهیر می نگیری دوم بیار بگیر. و میگه امکان داره این مسلمان همی گویشته به تمه خونه کجا بده. باز همین مسلمان نی یک سرا قانونی داره نی یک قبر داره که گوی در داخل ازو ببره. هیچ نداره اشته اوش کنه بگه ندل کمک نمیکنه. دیدی اصلا بابا نمیتونی یعنی کمک کردن از طرف من به تو کمک میکنم نمیتونی لالا. خوب بونه و بونه وزیارم نه کنار خورد نزن. عجیسه شما چری گپر میزنی؟ اگه جایی میدیشم میتونستم ولی توان همی فعلا من ندارم که گور ما برم تف خونه پیش به چاق مسته کنم و بوی تف از اینا پس با مریض میشم. الده بگیم کمک نمیکنم. من هدف همین نبوده که من بیام که شما به من کمک کنیم. من گفتم شاید کار دیگه چیزی باشیم وقتتون بیام آدم احترام خور به شما بگرفتم. تشکر رئیسه من بفهمیدم همون زن ما بگفت که نرو کمی باجی تو طور خار میزنه به یک من او بخلی میکنه ولی وقتی برو بونگیری نکن میفهمم که نمیکنی تو بونگیری میکنه میبینی بیا بدم که کمک هم بکنم با باجه ای رقم من که تو گفتم بابای من رد از اینا ریلکو اینا اصلا نسب ندارم اینا میفهمیم هیچ چی نیم. بابا هش که مسلمان شما به این کار خوب در کردیم دل و بقال نبوسو با شما نگاه کنید کمک به میره غمه این خوب چیزو نشودیه مرده که ایشته گوه جمع کنی جام نداره حتی بری مرده که بگه نمی کنم کمک باز که شما کمک میکنی چرا که این پول نق بری کمک نمی کنی. خوشبختی شما رو به خدا در امینه. من میگم خوشبختی می بمینه که کسی به پیش ما ارزو زری کنه ناله کنه من خوشبخت میشم. همه زبا شما بگم بابا خوب از شما خوبتر عشق مسلمون شما در آوردید به خدا عشق شما رو به در بکنید تو شما کمی پول نقد برای مسلمان کمک کنید که حداقل بتونه از او استفاده کنه. خوشبختی به اینه که پول نقد برای مسلمان کمک کنه که کار را بفته نه خوشبختی دری باشه که شما یک از خود بدبختر ببینید. شما فعلا به فکر همینه که شما بدبختره اونم همیشه بدبختر ببینید. میگم بابا هرچی نکنی با شما جوان فکرها شما بیتر کار میکنه. من به فکر همون پوکی قدیم که اسادت تا و بی همین خوش دارم که کسی به پیش می احتیاج باشه همین فکرها به هم ذهن و فکر من بمونده. همین خرافات ها هنوز ادامه داره. تو جوانی من راست میگی دل از روش کسوندم اگه یا اوسنای بکشه خدا میدونه من چه کار باشم. هم میشی خود تو بگی زن بری و همه هر رقم که تو میگی میبری پول نقد میگی دیکون میگی به هر رقم بگی میبری خوبن میگم زنگ نمایه بابا خب یک کار میکنه ولی من خوشحال شدم که شما کمک تعمدین. خوشحال شدم که من اشتباه خوب پیر بکنیم. راست میگی. خوشبختی میگم بمینه که ما و شما همیشه دست ما پول داره به یک قریب تری کمک کنیم. والا راست میگی. من فکر میکنم خوشبختی همینه که یکی عقیل شه تزده شه یکی دیگه بالا بره. من بزی فکر میکردم خوشبخت میشدم. امروز بفهمیدم بچیم که تو من از خواب خرگوشی بیدار کردی که من نباید به خاطر که باجیم تزده شه من خوشحال شم. امروز وجدان و قلب ما باور کنیم همین فشار داد من که از این خواب خرگوشی بیدار شم. تو بچیم هر تصمیمی بگیریم هست